با درود به همه کاربرای تایلر بات، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز قرار بهتون یاد بدیم که چطوری از بات تایلر استفاده کنید و خودتون یک دونه بات بسازید. اولین قدم که وارد بات میشید و استارت رو میزنید، این منوی باته که حساب من داره زیر مجموعه گیری تنظیمات ساخت ربات که ما با ساخت ربات کار داریم. بعد از زدن روی ساخت ربات، بعد اینجا نوشته که لطفاً توکنتون رو در اختیار ما قرار بدید تا بتونیم انجام بدیم. حالا توکن از کجا باید بگیریم؟ باتفادر. باتش اینجاست. که مال خود تلگرام هم هست. استارت رو میزنید. اینجا نیو بات رو میزنید. مثلا تست تایلر بات. بعد میزنیم تست تایلر بات. بعد این خیلی مهمه که یا باتش رو باید با بی بزرگ بذارید یا میتونید به این شکل بذارید، به این صورت. حالا من اینطوری میذارم، میفرستیم و اینجا بهمون یک دونه توکن میده، همینطور که میبینید. این رو میذاریم و اینجا برای ربات قرار میدیم و ارسال رو میزنیم. صبر میکنیم که نوشته در حال ساخت و میگه بات شما ساخته شد، توکن شما اینجاست، برای شروع رباتتون دستور استارت رو ارسال کنید. من حالا از همینجا خودم استارتش رو میزنم. استارت. یه خورده صبر میکنیم. نوشته سلام، به ربات من خوش آمدید. ورود به پنل رو میزنید. اینجا نوشته، بذارید من اینو پایین تر بیارم. حالا اینجا نوشته که افزودن دکمه جدید، ویرایش دکمه، ویرایش متن‌ها، ارسال همگانی، پاسخ خودکار، بخش ادمین ها، آمار ربات، بخش دیتابیس، بررسی بروز رسانی، ریست کامل ربات که این گزینه خیلی به کار میاد اگر یه جایی کلا اشتباه انجام دادید و باتتون کلا به ارور میخورد، میتونین از این گزینه استفاده کنین تا کل ربات ریست شه. تنظیمات گروه، میتونید به گروه هم اضافه کنید بات و سایر تنظیمات. کانال اسپانسر میتونید برای باتتون بذارید. کد رونوشت داره که این کد رونوشت شما به هیچ عنوان نباید به کسی بدید. اگر باتی تنظیم کردید و خواستید این بات رو به کس دیگه بفروشید، در واقع با تنظیماتی که انجام دادید روش، میتونید از رونوشت استفاده کنید، چون دقیقا رونوشت میاد کپی پیست میکنه باتون. و پیام رسان سراسری که دیگه بهتر از من میدونید. خیلی خوب، ما اول افزودن دکمه جدید رو میزنیم. اینجا نمیشه برای ساخت دکمه یکی از گزینه‌های زیر رو انتخاب کنید. خیلی خوب، من افزودن دکمه بالا رو میزنم. بعد نمیشه متن تکی میخواید رندوم باشه یا چیدمانی، متن به ترتیب، استفاده از PHP، RSS، API، اینا برای دیولوپر است. ساخت دکمه دیگر، میتونید همینجا باز یه دکمه دیگر بسازید. خب من اینجا حالا متن تکی رو انتخاب میکنم. شما رندوم و چند تایی رو میتونید خودتون برید و تست کنید. متن تکی. الان میپرسه لطفا اسم دکمه رو بنویسید. من میذارم تست. خب الان دکمه ما ساخته شده. میتونیم روش کلیک کنیم و تنظیماتش رو اعلام کنیم. خب میزنیم که من الان اینجا بنویسم تست. نمیشه این دستور موجود نیست. چرا؟ چون ما داریم روی پنل کار میکنیم. این نکته هم گفتم واسه کسایی که شاید بلد نباشن. اینجا میزنیم ویرایش دکمه ها و تست رو انتخاب میکنیم. اینجا نوشته اسم دکمه، نوع دکمه، دستور دکمه، چیز دکمه قبلی، وضعیت نمایش، نمایان، تعداد کلیک، هیچ کس. این تعداد کلیک یعنی کاربرایی که استارت کردن بوت شما رو چند بار روی این دکمه کلیک کردن، که این همشون جمع میکنه و بهتون نشون میده. دستور دکمه مثل این که مثلا این دکمه رو بزنن چیزی ارسال کنه. برای مثال اینجا میگیم که
دریافت مطلب میتونه انجام بده، لینک میتونه داشته باشه، انتقال، نمایش دکمه، مخفی کردن دکمه، حذف دکمه، تغییر متن ارسال. تعیین مطلب میزنم. نوشته محتوای شما میتوان شامل متن، عکس، ویدیو، موزیک، استیکر، فایل و گیف باشد. همچنین میتوانید از کلمات جایگزین زیر هم استفاده نمایید. خیلی خوب، من فرست نیمو میفرستم براش. محتوای شما ثبت شد. الان هر موقع کاربر استارت کنه فرست نیمو براش میفرسته، یعنی اسم کاربر رو میفرسته. انتقال دکمه هم که بزنید میتونید برای بخش دیگه ربات چیز کنید، یعنی میتونید جای دکمه رو عوض کنید. خوبیش تغییر نام میتونید انجام بدید برای دکمه‌تون. دریافت مطلب میتونه باشه که مثلا از کاربرا مطلبی بگیره که ما اینجا فرست نیمو میگیریم از کاربر. خیلی خوب، ما الان لینک دکمه رو میزنیم. این رو به همون میده، یعنی هر موقع اینو به کسی بدیم بلا فاصله وقتی استارت میزنه به دکمه ما انتقال پیدا میکنه. متوجه شدید؟ یعنی پیشورز با این دکمه شروع میکنه با تو. اینم از بخش دکمه، همه چیش خیلی مختصر نوشته شده و شما میتونید حالا یه خورده زمان بذارید و بهتر از من حتی درک کنید بخش دکمه. برگشت عقب، اینم که ویرایش دکمه. ارسال همگانی که برای کاربرها یه پیام میفرسته. ویرایش متن‌ها که مثلا روی این بزنید خیلی راحت الان براتون توضیح میدم. این پنل کلا برای اینه که متنای دیفالت بات رو عوض کنید، متنای پیشورز بات رو عوض کنید. خیلی خلاصه بهتون بگم، همشون هم نوشته شده، خیلی مشخصه، پیچیدگی خاصی نداره. بریم برای بعدی. خب نوشته پاسخ خودکار. خب من الان برای بخش پاسخ یه پاسخ نوشتم. این چیه؟ باتای عین دیجیانتی اگه اشتباه نکنم مثلا یه پاسخ خاصی دارن که می‌نویسی خدافظ، مثلا میگه سود. اینا شما میتونید توی باتتون کانفیگ کنید که لیست پاسخ ها چی باشه. مثلا برای تایلر، اگر من این ربات الان توی تلگرام اضافه کنم، برای تایلر خب کسی بنویسه پاسخش قرار این باشه که این با تست است. خب برای بخش پارس برای بخش افزودن پاسخ دقیقا چیه؟ پاسخ خودکار رو میزنید، لیست پاسخ ها، افزودن پاسخ، و اینجا می نویسه که لطفا پاسخ خود رو ارسال کنید، و اینجا می نویسه که لطفا پاسخ خود را ارسال کنید، و اینجا می نویسه که لطفا پاسخ خود را ارسال کنید. من می نویسم تایلر. این کسی که بنویسه تایلر در جوابش این ربات بیاد و بنویسه این ربات تست است. خیلی خوب، بعدش هم که از تو منو برمیگردیم، برای حذفش هم مسئله پیچیده‌ای نداره. خیلی خوب، آمار ربات نشون میده که مثلا به روز رسانی کاربران اخیر با نمودار، دریافت لیست کاربران، دریافت لیست بلاک، دریافت لیست سرگروه ها، دریافت لیست گروه ها، دریافت لیست کانال ها، آن بلاک کردن، بلاک کردن، دریافت مشخصات کاربر و برگشت. چیز پیچیده ای نداشت. خیلی خوب، بررسی بروز رسانی که مشخصه اگه بات اینجا آپدیت بده برای ربات شما آپدیت میشه و میتونیم بذاریم بررسی بروز رسانی. خیلی راحت خودش خودکار بروز رسانی میکنه. تنظیم ضد اسپم مشخصه، سایر تنظیمات گروه، کانال اسپانسر، رونوشت هم که بهتون توضیح دادم. حالا سایر تنظیمات چیه؟ بهینه‌سازی ربات، وضعیت تنظیمات، محدود کردن ربات برای افراد، جایگزین متن، فیلتر کلمات، تنظیم محدودیت ارسال،
حذف خودکار کلمات، آپلود فایل، ساخت کد دکمه، تغییر قالب ربات، پاکسازی دکمه‌ها، پاکسازی فایل‌های آپلود شده، تنظیمات وارن. دیگه این موارد رو باید خودتون بشینید بخونید و چیزی نیست که ما بتونیم توضیح بدیم. خیلی زمان میبره. اگه دقت کنید مواردش زیاده. خودتون باید بشینید ربات رو تست کنید، همینطوری بازی کنید با ربات، متوجه شید ربات چه امکاناتی داره. من فقط دارم بهتون توضیح میدم که یه بخش کوچیک از ربات چطوری کار میکنه. خیلی خوب. حالا من اینجا یه بار ریست کامل ربات میزنم که اینجا می نویسه با این کار تمام دکمه شما به همراه محتوا پاک می شود و به حالت عادی برمیگردند. آیا از انجام این کار مطمئن هستید؟ بله. سوال نداره. را با موفقیت به حالت اولیه برگشت. حالا میتونیم وارد پنل شیم. ورود به پنل. سلام مدیر، به قسمت مدیریت خوش آمدید. شما می توانید از طریق دکمه های زیر ربات خود را مدیریت کنید. استارت رو من میزنم. ورود به پنل. خیلی خوب. الان ما وارد پنل شدیم. پاسخ خودکار، ویرایش متن، ارسال همگانی، بخش ادمین، آمار ربات، بخش دیتابیس. اینجا میتونیم دیتابیس کلی اضافه کنیم، دیتابیس کاربر، دیتابیس امتیازی، حذف دیتابیس، مقدار دهی دیتابیس. یعنی میتونید مقدار دیتابیس رو خودتون عوض کنید. دریافت مقدار دیتابیس کاربر امتیاز، دریافت مقدار دیتابیس کلی، آپدیت مقدار دیتابیس کاربر، آپدیت مقدار دیتابیس امتیازی، لیست دیتابیس ها و برگشت. که ما زیاد به اون کاری نداریم چون بات گسترده ای نداریم که بخوایم تست کنیم و بهتون توضیح بدم. خیلی خوب. بخش بعدیش چیه؟ تنظیم ضد اسپم. نیازی نیست. سایر تنظیمات هم گفتم. تنظیمات گروه. حالا بهتون نشون میدم. وضعیت تنظیمات، فعال غیر فعال کردن صفحه کلید در گروه، فعال و غیر فعال کردن پیام عضو جدید. این فعال و غیر فعال کردن هست تا اینجا لفت خودکار از گروه، تعیین دسترسی ادمین و مدیران گروه، ست فوروارد، ست یوزرنیم، ست لینک، پیام عضو جدید. اینا یه سری چیزاییه که خب مشخصه و توضیح نمیخواد. کانال اسپانسر هم مشخصه. پیام سراسری هم مشخصه. بات هنوز خیلی امکانات دیگه داره ولی خب توی یه ویدیو جا نمیشه. این یه توضیح خیلی کوچولو بود از کارهایی که بات میتونه انجام بده. بات خیلی کارهای بیشتری میتونه انجام بده و میتونم بگم یکی از بات‌های بی‌نقصه که شما همه کار باش میتونید بکنید. بدون سواد زیادی از برنامه نویسی میتونید یه ربات خیلی خفن بسازید. ربات انفجار هم میتونه باشه، ربات بت هم میتونه باشه. این یکی از ویژگی‌های دیگه‌شه. ولی خب من الان به خاطر ندارم که بخوام بهتون توضیح بدم. به خاطر همین دارم بهتون میگم که بات خیلی وسیع‌تر از چیزی که شما دارید توی ویدیو میبینید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. پشتیبانی تایلر بات و بدرود.